تا حالا به این فکر کردین که ممکنه یه روزی ذهن یه انسان با تمام خاطرات و احساساتش برای همیشه توی یه کامپیوتر زنده بمونه؟ این رویای قدیمی جاودانگی دیجیتال موضوعی هست که امروز می‌خوایم با هم بررسی کنیم. خب بیایم صاف بریم سر اصل مطلب. آیا واقعاً شدنیه که شما، یعنی تمام چیزی که شما رو شما میکنه، به یه فرمت دیجیتال تبدیل بشه؟ این سوالیه که انگار از دل داستان‌های علمی تخیلی بیرون اومده، ولی دانشمندا دارن خیلی جدی بهش فکر میکنن. برای اینکه عمیق‌تر به این سوال شگفت‌انگیز نگاه کنیم، می‌خوایم یه تحلیلی رو با هم ببینیم که دقیقاً زده به هدف. تلاش‌های عظیمی که برای شبیه‌سازی ذهن انسان در حال انجامه. بیایید ببینیم این تحلیل چی برامون روشن می‌کنه. ببینید، مسیری که امروز با هم میریم اینه. از رویای جسورانه جاودانگی دیجیتال شروع می‌کنیم. بعد یه سر به آزمایشگاه‌هایی می‌زنیم که دانشمندا دارن سعی می‌کنن از مغز نقشه برداری کنن. چالش‌های غول‌پیکری که سر راهشونه رو بررسی می‌کنیم و آخرش هم میرسیم به یه سوال فلسفی. اگه این کار ممکن بشه، چیزی که باقی میمونه واقعاً ما هستیم؟ خب، پس اول از همه بریم سراغ خود این رویا. فکر نکنید صحبت فقط سر اینه که اطلاعات رو کپی کنیم، مثل اینکه یه سری فایل رو از یه هارد بریزیم توی هارد دیگه. نه اصلاً. هدف خیلی بزرگتره. بازآفرینی کامل تجربه انسانی. یعنی هر خاطره، هر احساس و از همه مهمتر و شاید دست نیافتنی‌تر، خود حس آگاهی. و اینجاست که میرسیم به یه اصطلاح مهم، شبیه سازی مغز. خیلی ساده بخوام بگم، یعنی تلاش برای ساختن یک کپی دیجیتال و کارآمد از مغز ما. یه هدف اونقدر جاه طلبانه که داره مرزهای علم امروزی رو حسابی جابجا میکنه. حالا شاید فکر کنید اینا همش حرف و تئوریه، ولی اصلاً اینطور نیست. همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم، پروژه‌های علمی غول‌آسایی تو کل دنیا دارن روی همین موضوع کار میکنن. بیایید ببینیم این تلاش‌ها چی هستن. توی خط مقدم این تلاش‌ها اسمای بزرگی مثل پروژه مغز انسان یا پروژه کانکتوم به چشم می‌خوره. اینا رو با یه تیم تحقیقاتی کوچیک اشتباه نگیرید. نه، صحبت از همکاری‌های عظیم بین‌المللیه با بودجه‌های میلیارد دلاری که فقط برای کشف رازهای مغز سرمایه‌گذاری شده. و هدف نهایی همشون یک چیزه: رسیدن به یه نقشه کامل و با جزئیات از مغز انسان. میدونید داریم از چی حرف میزنیم؟ از نقشه برداری حدود 86 میلیارد نورون و تریلیون ها اتصال بینشون. اصلا میتونید تصورش کنید؟ این کار مثل اینه که بخواید از تک تک برگای چمن روی کل کره زمین نقشه برداری کنید. فقط بی نهایت پیچیده تر. خب اصلا چی شده که الان داریم به این چیزا فکر میکنیم؟ به لطف یه انقلاب بزرگ توی فناوری. از یه طرف اسکنرهای مغزی روز به روز دارن قوی تر میشن. از طرف دیگه هوش مصنوعی اومده به کمکمون تا این حجم باور نکردنی از داده ها رو تحلیل کنیم و در نهایت رابطهای مغز و کامپیوتر دارن این پل رو بین دنیای بیولوژیک ما و دنیای دیجیتال میسازن. اما با تمام این پیشرفت‌های هیجان انگیز راه خیلی خیلی سختی در پیشه. حالا بیایید ببینیم بزرگترین موانع سر راه چی هستن. چالش‌هایی که دانشمندا باهاش دست و پنجه نرم میکنن. تحلیلی که داریم بررسی می‌کنیم این چالش‌ها رو توی 3 مانع بزرگ خلاصه کرده. اول از همه معمای خود آگاهی. ما واقعاً هنوز نمی‌دونیم این حس من بودن از کجا میاد. دوم، مشکل اسکنه. فکرشو بکنید برای یک کپی کامل باید از تک تک نورون‌ها عکس بگیریم. با تکنولوژی الان این کار بدون اینکه به مغز آسیب بزنیم غیر ممکنه. و سوم، قدرت پردازش. حتی اگه یه روزی نقشه کامل مغز رو هم داشته باشیم، کامپیوتری نداریم که بتونه این شبیه سازی رو اجرا کنه. یعنی قوی ترین ابر کامپیوترهای دنیا هم در برابرش کم میارن. خب حالا بیایید یه لحظه خیال پردازی کنیم. فرض کنید همه این مشکلات فنی و علمی حل شد، یه روزی در آینده ما موفق شدیم یه ذهن رو کامل آپلود کنیم. اینجاست که یه سوال خیلی عمیق‌تر، یه سوال فلسفی مطرح میشه. دقیقاً همونطور که این تحلیل هم بهش اشاره میکنه، موفقیت فنی تازه اول ماجراست، نه آخرش. یه بحث کاملاً جدید رو باز میکنه. و این همون سوال نهاییه. اون نسخه دیجیتال رو تصور کنید. تمام خاطراتتون رو داره، به همون جوک‌ها میخنده، همون احساسات رو تجربه میکنه. اما سوال اینه، آیا اون موجود واقعاً شما هستید یا فقط یه کپی فوق‌العاده دقیق، یه پژواک از کسی که قبلاً بودید؟
این دقیقاً قلب ماجراست. ببینید، یه فرق اساسی هست بین کپی کردن اطلاعات شما و کپی کردن خود شما. آیا اون جرقه هوشیاری، اون آگاهی اصلا چیزیه که بشه کپیش کرد یا نه؟ با مرگ مغز بیولوژیکی اون هم از بین میره و چیزی که میمونه فقط یه شبح دیجیتاله، یه کپی خیلی پیشرفته اما بدون روح. این دیگه سوال علمی نیست، یه معمای عمیق فلسفیه. و در نهایت کل این بحث ما رو با یه سوال تنها میذاره. سوالی که فکر میکنم هر کدوم از ما باید بهش فکر کنیم. ما واقعا چی هستیم؟ آیا ما فقط مجموعی از خاطرات و اتصالات عصبی هستیم یا یه چیزی فراتر از اینها وجود داره؟ یه جوهر، یه هویت که قابل کپی شدن نیست؟ این همون سوالیه که باعث میشه ما به مرز بین علم، تکنولوژی و اینکه اصلاً انسان بودن یعنی چی عمیق‌تر فکر کنیم.